موسیقی را به طور زنده نوازندگان ارکستر کامروی در برنامه کنسرتی که سنه 6 نوامبر به مناسبت 10 سالگی فعالیت ارکستر کامروی و روز قبول سرقانون جمهوری تاجیکستان برگزار شد پیشکشی تماشابینان نمودند. برنامه کنسرتی که نوای دل نام داشت در کاخ فرهنگ به نام ابو عبدالله رودکی با اشتراک زیادی مخلصان دایر گردید. در کنسرت نوازندگان ارکستر کامروی 14 نفر صنعتکاران و گروه‌های رقصی محستی چمنارا و گلناز زیاده از 20 سرود موسیقی را دوام 2 ساعت به استفاده فونوگرام پیشکشی تماشابینان گرداندند. یادآور می‌شویم که ارکستر کامروی با قرار سابق رئیس ولایت سوخت قاسم رهبر سنه 12 دکبر سال 2005 در نزد ریاست فرهنگ ولایت تشکیل گردیده از ماه می سال 2008 تا این جانب در مؤسسه دولتی ولایتی کاخ فرهنگ به نام ابو عبدالله رودکی فعالیت می‌برد. ارکستر کامروی با 15 نفر مطربان فعالیتش را آغاز کرده تا این وقت بیش از 100 اثرهای گوناگون ژانر از جمله کلاسیک و اروپایی، موسیقی معاصر تاجیک و خلقی را پیشکشی همگان نموده است. راهبری بدهی این ارکستر کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان دارنده اردن شریف درجه یکم شادروان شادمان الیفوف به شمار می‌رفت. راهبری موسیقی کامپوزیتور روشن براتف میباشد. این زمان در ارکستر کامروی 20 نفر نوازندگان با همراهی دیریژور ارکستر مذکور اکرام براتف فعالیت دارند. اینچنین در کنسرت حساباتی بعد از برآمدی هر یک صنعتکار از طرف نوازندگان این گروه موسیقی زنده صدا داد. ارکستر کامروی دوام 10 سالی فعالیتش از ایجادات کامپوزیتوران کلاسیک اروپایی استفاده نموده توانسته است هواداران و مخلصان زیاد را به این نمودی صنعت جلب نماید. علیم جان یوسوپوف از نام ریاست فرهنگ مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت سوخت و امید برهانزاده از نام رئیس شهر خوجند هیئت ارکستر کامروی را با 10 سالگی تأسیس یابی فعالیت این ارکستر تبریک نمودند. رئیس فرهنگ مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت سوخت اهل هنری ارکستر کامروی را به مناسبت 10 سالگی تأسیس یابی و فعالیت ایجادیشان صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده برایشان سلامتی و فرهمندی برای کار حتی پله‌های باز هم بلند ایجادی و هنری را تمنا می‌نمایند. با اهل هیئت ایجادی ارکستر کامروی از نام رئیس شهر، از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند که در برگزاری همه چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی مقیاس شهر، مقیاس ولایت سهمی باسزا دارند، پیش از همه تن صحت و خانه آباد تمنا میکنم. بگذار همیشه صنعتشون بالا باشد و مردم خیلی که امروز خیلی خوب میپذیرند و تشنه صنعت حقیقی هستند مخلصان زیاد داشته باشند. همچنین به دیریژور ارکستر کامروی اکرام براتف و دیگر نوازندگان گروه مذکور افتخارنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند تقدیم گردید. در برابر این تبریکات رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قاسم رهبر قرائت کرده شد. باعث افتخار است که در دوره استقلالیت اهل صنعت و هنر تاجیک همچون پیشبرانی فرهنگ باستانی ملت ما در بزرگترین صحنه‌های ممالک شرق و غرب با مهارت بلند هنرنمایی کردند. تاجیکستان را به جهانیان به طور سزاوار معرفی ساختند. استفاده از فرصت مناسب به اهل ایجاد و هنرمندان ارکستر نامدار را با جشن فرخنده 10 سالگی تبریک نموده در راه پرمشقت و همزمان پر افتخار ایجادی به هر یکی شما آرزوهای نیک تمنا دارم. رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم قاسم رهبر.
тамоми 10 соли фаъолияти худ ин аввалин барномаи консертие буд ки аз тарафи навозандагони гурӯҳи оркестри камеравӣ пешкаши тамошобинон гардид. рухсори Дадобоева, Хайрулло Хоҷаев, Азия.